گفتن تروریست بودن. علما را چی نام ماندن؟ تروریست بودن، دهشتگر بودن. تا به امروز من بر شما خلاف دین چیزی گفتم عزیزان من؟ نگفتید. روزی که باور بکنید من را به زندان خو میبرن، یا زندان میبرن یا شهید میکنن. انشاءالله من خواب خود را دیدم، یا شهید میکنن یا به زندان میبرن. روزی که بر زندان میبرن خود چند جوان از ما فدایی استاده میشوند، چند جوان ما استاد میشوند. برای این جوانان ما عزیزان خیری ببینید، خیر الله شکر. عزیزان من یک سخن را برایتان بگویم، در اون روز بود عقیده شما را تغییر ندهد. عزیزان مستقیم من را از منبر برده نمیتوانند، مستقیم از شار برده نمیتوانند. یا بم میآرند در اتاق ما میگذارند، یا دسیسه و توطیه را در راه میاندازند، بعدا عقیده شما را تغییر میدهد. عزیزان من به والله قسم که خلاف دین نیستم، با آبادی وطن کار میکنم، فقط به خاطر رضایت الله کار میکنم. ولی روزی که در زندان بود عقیده در عزیزم تغییر نداد. به والله قسم که به خاطر شما فدا میشم. ولیکن عزیزان من در اون روز حتما توطیه را برا می اندازند. چه قسمی که اون 3 عالم را امروز توطیه را که براه انداختن، هیچ جرمی نداره علما. مولای مجیب الرحمن را میشناسید عزیزان من؟ میشناسید؟ مجیب الرحمن انصاری در ولایت هرات عالم حقانی هست، عالم ربانی هست، طالب هست، داعش هست، چه القاعده هست. چند مرده بر خانه‌اش را حمله کردن، بر خانه‌اش